السلام علیکم بینندگان محترم. من این کتاب 11 من نور در ظلمات در نشریات استعداد در زیر تحریر شاعر فرهاد ولیزاده از چاپ برآمده است. حاضر با اجازه شما من یک شعر نوی خود را به شما قرائت میکنم. ویروس که هجوم کرد علیه بنی آدم، شادی و فرح را ز دل ما زده برهم. بر تهلکه افتاده همه کشور عالم، کارخانه و بازار و دبستان همه محکم. آه این چه بلا بود، چه بلا بود، چه بلا بود، تیر ز قضا یا که وبا یا که جزا بود. امروز به احوال تباه است مهاجر، در خانه شده محبوس و بیچاره و دلگیر. اینجا پدر و مادر و فرزند خواتیر، یا رب بینما رحم تو بر حال مسافر. آه این چه بلا بود، چه بلا بود، چه بلا بود، تیر ز قضا یا که وبا یا که جزا بود. امروز که مردم شده در ناله و افغان، پنهان شده در خانه و از مرگ گریزان. آرزو طلب از حق کند با دیده گریان، دور کن تو خدایا این وبا از سر انسان. آه این چه بلا بود، چه بلا بود، چه بلا بود، تیر ز قضا یا که وبا یا که جزا بود.